خاله فکر کنه مردا بیامونه بیرون هیچ کاری نتونن. اینا پیاز املت درست داریم در حد سم. ولی املت درست هایی چه سعی کنین گوجه روغن اصلا و زرچوبه نمک فلفل پیاز هم خلال توش ده کنین سم مونه با از این نارمکیا و این ویو و این ویو کنار بخوری هیزومی. زندگی مجردی همینقدر سخته. اینا ببینید اینا اولا چجوری سختی زندگی کنمی. اینا یک سر کارمو با یه پیاز و گوشت و اینا اینجا ببینید داخل بفیلم ببین اینا مجبور می با امکانات کمی که دارمی این بالا غذا باید بجیم و شما شهر دل در نحال که اینا همون مجرد اینا به نمار ببخشید. ببینید اینا نداری و سختی و زندگی مجردی همینه. ما رو درک کنید خواهشم. در ادامه زندگی مجردی ما 2 نفر 1 کیلو گوشت فکر کنم در آینده بار خنده زنه که کم غذا خوردیم. اینا همه رو کمی بدون هیچ روغنی علم پیکنیک بالا خور مشاهده این پیکنیک در معروبان نداری نما آدمای سالمی هستیم کاملا ورزشکار ادویه راشین. اینا در زندگی سعی کنین انسان زرچوبه رو بزنین فلفل هم حتی ذره بزنین. خب به فرمایشات بنده خوب گوش کنی یا نه حتی ذره نمک تمام بیبورده چون نمک فشار خون این آدم مثل خار میاد. دست آقا رضا هم درد نکنه بابت این خنه تمیز و این دکوراسیون زیبا. خدا بهش سلامتی بده ان شاءالله که این منزل سالهای سال و هم خودش استفاده کنه هم دوستانش. در پناه خدا موفق و مؤید باشه. دست شوان نکنه همگی خوش باشن. و در آخر شب ما به پایان رسید و دیزی سنگی ما آماده شد. جای همه دوستان خالی.